پایان میشود و حال مردم به نهایت بد میشود. مردم به زاره و تضرع و گریه نزد حضرت آدم علیه السلام میآیند که حال ما را نمیبینی، پیش پروردگار برای طلب شفاعت کرد. اشفع لنا. حضرت آدم جرأت نمیکنه نزد این موضوع ما صحبت مفصل داشتیم و خیلیت چی نکنیم. نزد حضرت نوح علیه السلام میآیند. حضرت نوح علیه السلام با کله نمیگیره، نزد حضرت ابراهیم شو میفرسته. حضرت ابراهیم نزد موسی علیه السلام میفرسته شو. موسی علیه السلام نزد حضرت عیسی علیه السلام میفرسته. و حضرت عیسی علیه السلام میگه نفسی نفسی نفسی، وای بر من وای بر من وای بر من، اذهبوا الی غیری اذهبوا الی محمد صلی الله علیه و سلم. نزد محمد صلی الله علیه و سلم برید. یگانه شخصی که امروز میتونه که پیش خداوند در این حالتی که خداوند به نهایت غضبناک بروه، همین قدر منزلت داره که خداوند از خشم غضبش میگذره به خاطر این شخص، همین محمد صلی الله علیه و سلم نزد حضرت و میگن نزد محمد میگن که محمد صلی الله علیه و سلم. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استرخان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم های ما در تماس برایید. جنگ های داشتن در تاریخ با نام جنگ های بؤاس یاد می شود. اما اخیران محاربهش رو بؤاس نام دارد. در موضع با نام بؤاس شده است. دیگه هم 4-5 جنگ شده است، همش با نام بؤاس یاد می شود. همین جنگ های ناموسکی با درجه ای که همین جان میدادن نمیگرفتی، ای تحقیدین جنگ میکردی. همین جنگ اخیران شد جنگ بؤاس. میگه سردار قبیله اوس حزیر بود. حزیر برادر یعنی سعد ابن معاذ. حزیر ابن معاذ پدر اسید ابن حزیر. این فرزندش الحمدلله بعدا یا لشکرکشی مسلمانان میشه بروخی بودن میکلون. همین برادر سعد ابن معاذ سردار قبیله اوس بود. و همین از طرف خزرجی ها عبدالله ابن ابی به سردار و سرلشکر شد سعد ابن عباده، یک پهلوان دیگه. همین در جنگ میگه وقتی که جنگ جوش میگیره اوسی ها شمارش رو اندک کمتر بوده میگریزن و این خزرجی ها تعنش رو میزنن. کجا میگریزه؟ غیرت تو همین قبط کجا اومده؟ چون میکنه شما لباسی مردکی را پوشیده بره یوبکه پوشه در سر تو نمال بنده تعنک چی میزنن. همین حزیر این سردار قبیله است، لبولای اسب بوده است. نیزه خچه میگیره با همین شدت و غضب در همین ران پای خودش میزنه. خچه بولای اسب از من دنگله میتن. اگه سردار قبیله است و سردار قبیله را اگر اسیر گرفتن ناموس قبیله ای دست رفت. همین خیلی که زنمیای پولک وقتی رفت دیگه پولک را از فرد نواد بکنن اما خیلی میشونده. قبیله دیگه قوم بی ناموس و بی غیرت حساب میکنن. خستن اومدن خواستن بردارنش که گفت که دیگه کردارم نشه بگذار من اینجا پورا کنم. شما غیرت نداره، ناموس نداره، دیگه ننگکی و با ناموس و دیگه همین در یک حالت استیروب غلطیدگی همین قفا گشتن ای تحت دل جنگ کردن. خزرجی را شکست دادن، خزرجی را گرفتن. تصور کنید که وقتی جنگ خیلی ناموسکی شود خیلی مردم میباید آخر به حد تلفات زیاد میشه. دو قبیله کوس خزرج نام داشت، یک زی دیگر جان خوناشام داشت. کینهای کهنشان از مصطفی محو شد در راه اسلام و صفا. اولا اخوان شدند آن مسلمان یا برادر شدند المؤمنون اخوه. همچه اعداد عنب در بوستان. همین خیلی که همین انگور 1000 نمودم که باشه با نام انگور یاد میشوه یا عربی خط عنبش میگن. خوب طایفی باشه و خوب انگور چلیکک باشه و خوب نمیدونم این اوج 1001 نام اومده است دیگه نمیدونم کدام شب بگم. همش با نام انگور یاد میشوه. انا میخوام همه مسلمان شدن، برادر شدن. و از دم المؤمنون اخوت بپند در شکستند تنی واحد شدن. انگور با این شکل و صورتش فرق میکنه.
این را بجفی سوکشا بگیری دیگه یکون فرق نمیمونه خود. این هم جفیده شیدن یا یک نکتر شیدن دیگه. سبحان الله. انمی در همین مسئله ها در اتفاق مسلمان ها در تشکیل شدن لشکر اسلامی نقش ای همه حل کننده نقشی بدره. بعدی بدر دیگه لشکری مسلمان ها طوری پراکنده نبود. لشکری منظم بود، لشکری تیار بود. هر گروه میدونستن مقصد که از میمنه کی است، از میسره کی است. الان پلنی مقصد لشکر آماده بود. تاکتیکا تکنیکی خاراکتریستیکاش معلوم بود. استراتژیش خیلی. بعد مقصد در تمام عالم گویا که اعلان کردن که بدن خچونه، هویت خچونه که ما هستیم. دیگه مردم ها مجبور بودن که همین را به اینوبت بگیرن و به نظر بگیرن. با مسلمان ها مقصد حضرت صلی الله علیه و سلم میگه که اعطیت خمسا لم یعطهن احد قبلی. خداوند میگه به من 5 چیز داده است که به هیچ پیغمبری پیش من دادگی نیست. اولش نصرت برعب مسیرت شهری. از یک ماه راه وقتی که دشمن میفهمه که مسلمان ها اومده است میگریزن. همین خیلی حیبت مسلمان ها در دل همون کفار دیگه در اومد که اگر قبیله ها همش جنگاور بودن مردم بدوی غورتگر بودن، به غورت مشغول و به جنگ مشغول بودن. نه که همین خیلی دیگه حیبت شیش در دل همون مشرکا که یک ماه راه میگریختیان علکه ها مسلمان ها اومده استن دیگوز میسندیان. و جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. دوم نعمتی که خدای تعالی فقط به من داده است میگه تمام روی زمین برای من و برای امتم مسجد اعلام کرده است. مسلمان ها دیده در هر جایی که وقتی نمازشی نمازش میخونه، خوب در سمالیات باشه، خوب در ماشین باشه، خوب در ولای چنه سوار باشه، نماز میخونه. فایوم رجل من امتی ادرکته الصلاه فلیصلی. پس هر کسی از امتای من میگه وقتی نمازش رسید باید نمازش بخونه. میتونه که ولی بخونه میرم میخونم. های یا بهانه‌های میکنیم یا بهانه‌های میکنیم از برای خدا. آقا نماز بسیار امری مهمه. نماز فرضی وقتیه. این نماز قضا کرده نمیشه. همین آدم اگر میل داشته باشه به خدا در همه مورد همه جا امکانیت هست که نماز بخونه. یا نه؟ حضرت گفت و احیلت لی الغنایم. خداوند غنیمت جنگی را برای من حلال گرداند. قومای پیشینه در غنیمت جنگی حلال نبود. غنیمت آتش میزدن، حلال نبود براشون. اما برای امتای محمد صلی الله علیه و سلم دیگه غنیمت جنگی حلال بود. غنیمت هم میگرفتن، تقسیم میکردن، مقصد میموندن و خمسش اول جدا میکردن برای بیت المال. خمس ای 5 یک حصه‌ش باقی موندهش بین لشکری ها تقسیم میشه. سوار یک حصه میگرفت، اسبکی 2 حصه میگرفت، حتی در یک روایت اومده است 3 حصه میگرفت. یک حصه خودش میگرفت، 2 حصه اسبش. میگم درستش هم 2 حصه. جنگ شجاعت نشون میداد و مقصد یکون دشمن اگر سرنگون میکرد سلبی همون آدم مقتول برای همین به یکون حساب و به مقصد تقسیم آبش داده میشه. همین مقصد چیزی که بد همون سلب هم میگیرید. همین حضرت عبدالله بن مسعود گفت که رسول الله با شمشیری خودم زدمش. همین شمشیر مقصد کم بود است، چی بود است ایرا پای نکرد. شمشیری خچه گرفتم زدم ابو جهل ملعون. حضرت امر هدیهش کرد. همین شمشیر مولیت گفت. ایرا ببینید. و نهایت حضرت گفت انا و اعطیت الشفاعت. چهارمش خداوند شفاعتی از ما را برای من نصیب کرده است. اگه شفاعت خود همه میکنن، همه پیغمبران شفاعت دارن، همه اولیاء الله شفاعت دارن، همه شهدا شفاعت دارن، علما شهادت دارن، شخصای صالح شفاعت دارن، یعنی حق شفاعت. در جامع السنن امام ترمذی اومده است حضرت صلی الله علیه و سلم میگه که این من امتی من یشفع للفئام من الناس. از همین امتهای من هستن شخصیتایی که برای یک خلق ملت بزرگی را طلب شفاعت میکنن.
خلقیت‌های کلان در طلب شفاعت میکنن. و منهم من یشفع للقبیلتی، هستن کسایی که زورشون به هم یک قبیله میرسه، اینم یک قبیله آدم شفاعت میکنن. و منهم من یشفع للعصبه، هستن آدمایی که زورشون به هم یک اولاد میرسه، یک اولاد شفاعت میکنن. و منهم من یشفع للرجل واحد، هستن آدمایی که هم یک آدم هم میتونستی شفاعت کنن. حتی یدخل الجنه، تا اینکه مقصد آمد من داخل جنت میشود. اما شفاعت عظما خاص رسول الله صلی الله علیه و سلم، غیر رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی حق شفاعت عظما نداره. همین که حضرت صلی الله علیه و سلم میگه و اعطیت شفاعت، مقصد هم شفاعت عظما است. در روزی که آفتاب پایان میشود و حال مردم به نهایت بد میشود، مردم به زاره و تضرع و گریه نزد حضرت آدم علیه السلام میآیند که حال ما را نمیبینی، پیش پروردگار برای طلب شفاعت کرد. اشفع لنا. حضرت آدم جرأت نمیکنه نزد این موضوع ما صحبت مفصل داشتیم و خیلیت چی نکنیم، نزد حضرت نوح علیه السلام میآیند. حضرت نوح علیه السلام با کله نمیگیره، نزد حضرت ابراهیم شو میفرسته. حضرت ابراهیم نزد موسی علیه السلام میفرسته شو. موسی علیه السلام نزد حضرت عیسی علیه السلام میفرسته. و حضرت عیسی علیه السلام میگه نفسی نفسی نفسی، وای بر من وای بر من وای بر من، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی محمد صلی الله علیه و سلم. نزد محمد صلی الله علیه و سلم برید. یگانه شخصی که امروز میتونه که پیش خداوند در این حالتی که خداوند به نهایت غضبناک بروه، همین قدر منزلت داره که خداوند از خشم غضبش میگذره به خاطر این شخص، همین محمد صلی الله علیه و سلم نزد حضرت. و میگن نزد محمد میگن که یا محمد صلی الله علیه و سلم تو حبیب اللهی، تو حبیب الله هستی. خداوند تو بشارت داده است که هر گناهی که کرده، هر گناهی که حتی در آینده میکنی من میبخشم، با وجود اون که معصومی. اشفع لنا الی ربک الا تری الی ما نحن فیه، حال زاری ما را نمیبینی، طلب شفاعت که پیش پروردگار. و حضرت میگه از جا میخیزه زیر عرش پروردگار میاد. خداوند میگه با صفات وصف میکنه، با همین زبان میگه توصیف میکنه. در پیشش مقصد که حمد و ثنا میگم که تو همون زمان کسی خدا را نگفته است با همون وصف، بعدم کسی گفته نمیتونه. هم تا سر در سجده که ناگاه میگه صدای الله ذوالجلال بلند میشود، یا حبیبی یا محمد صلی الله علیه و سلم ارفع رأسک، ای حبیبی من ای محمد صلی الله علیه و سلم سر تا بردار. امروز روزی سر بلندی و سعادتی تای. سل تقطع و شفع تشفع، هر چی میخوایی طلب، هر کسی را میخوایی شفاعتش از من طلب. امروز روزی سر بلندی و سعادت تای. همون وعده ای که ولا سوف یعطیک ربک فترضی، خدای تعالی برات نعمتای را عطا میکنه که خشتود میشه این نرسی. و حضرت صلی الله علیه و سلم یک مقصد شفاعت عظمای را ما قبول کرده. آفتاب بلند شید، حقیقتا مردم جان شده مید، مردم دیگه طاقت نداشتن از شدت دیگر میره. اگه هر چی که دیگه ما میخوای طلب کن. و حضرت سرشم برداره و بعد برای امت این دفعه طلب شفاعت میکنه که امتی یا ربی و علیکم السلام.